ساعت با وقتی پراگ رسو 10 است و چون همیشه من در همین وقت برای شما از شهر پراگ درود میفرستم از دفتر مرکزی رادیو آزادی در جمهوری چک و در همین وقت برای شما سرخط خبرهای تاجیکستان و جهان رو میگم و بعد از 3 ساعت دیگر چون همیشه علاقه شما رو در پخش مستقیم برنامه خبری با تفصیل همین خبرها و گزارش بیشتر از این منتظر میشوم. مرگ در راه، موجودی که در جستجوی رزق به روسیه رفت و جای پول تابوتش را به وطن میآورند. شاهدان صدمه‌ای که در پی آن موجود تاجیک به هلاکت رسید میگویند او در راه به سوی مردی کار بزرگ بود. در روسیه بنا به حساب‌ها تا 1.5 میلیون موجود کاری از تاجیکستان کار و زندگی میکنند و هر سال در این کشور بیش از 1000 شهروند تاجیکستان به علت‌های مختلف می‌افتند. مقامات رسمی در روسیه، نمایندگی تاجیکستان در روسیه در رابطه با این صدمه و تفتیشاتی که در این باره آغاز شده است چی میگویند ما در برنامه برای شما صحبت خواهیم کرد. نقشه هایی که عملی نشدند. رادیو آزادی نوار صحبت آخرین سیاحان خارجی را که یک روز قبل از کشتار بیرحمانه‌شان در تاجیکستان ثبت شده است دسترس نمود. ابراز مهر و محبت به اندازه به کشور و بخبر از آن که بعد چند ساعت دهشت به سر آنها میآید و آنها به منزلشان نمیرسند. همراه با شما این نوار را در برنامه خبری تماشا خواهیم کرد. روزنامه‌نگاران را به خاک سپاریدند. روز گذشته 3 ژورنالیست روس را که در آفریقای مرکزی کشته شدند به خاک سپاریدند. تا به حال چند فرضیه قتل آنها بررسی می شود، یکی غارت و دیگری مربوط به فعالیت کسبی آنهاست. تخمین می رود که آنها طلای آشپزی پوتین را می جستند. یکی از این روزنامه‌نگاران کشته شده را در بخش مسلمانی آرامگاه خوانسکی دفن کردند و نوارها را از مراسم ویدا با این روزنامه‌نگاران شما میتونید در برنامه خبری تماشا کنید. 10 سال گذشت. یاد از جنگ 5 روزه بین روسیه و گرجستان که پیامدی دوامدار داشت، صدها تن کشته و دهها هزار گریزه را در پی داشت. با گذشت این همه سال تا کنون جانب‌ها در سر زدن این نزاع هم دیگر را گناهکار میکنند. خب نوارهای تاریخی را از آن زمان شما میتوانید در برنامه خبری بعد از 3 ساعت دیگر ببینید. این دفعه هم عیب در تکنیک بوده است. تشخیص سودی و دادگاهی ولایت ختلان سبب صدمه با اشتراک مفتش را که 2 نفر کشته بر جای گذاشت عیب تکنیکی اعلام کرد. ساکنان میگن اگر این حالت با یک راننده عادی رخ میداد که ها نسبتش پرونده باز کرده اون را بازداشت میکردند و هیچگاه تشخیص تکنیکی تعیین نمینمودند. با گفته آنها این تشخیص ها تنها برای نفرانی صورت میگیرد که پشتیبان دارند. اما چرا 2 خانواده جوانان فافتیده در نویه وسه از شکایت بردن از مفتش دست کشیدند در برنامه خواهیم فهمید. و از زندگی زنان معتاد تاجیک نیز در برنامه برای شما قصه خواهیم کرد که بنا به اطلاع کمیته کار با زنان تنها در 6 ماه اول سال جاری صدها زن معتاد مواد مخدر ثبت نام شده است. اکثریت زنان نشمند از 18 تا 34 سال دارند. تا کجا این زنان از زندگی انتخاب کردهشان پشیمانند؟ با ما بیایید تا همراه ببینید. و ضمن دوستان عزیز، 2 روز به این سو ما از شما اکثرا از مهاجران کاری در روسیه پیام دریافت میکنیم که میگویند چند روز به این سو آنها نمیتوانند طریق برنامه سلامی بلاین با تاجیکستان تماس بگیرند و خواستند که ما برای فهمیدن سببش با آنها کمک کنیم و همکاران ما با دفتر مرکزی بلاین تماس شدند و آنها واقعا هم تصدیق کردند که چنین مشکل جای دارد و این مشکل را آنها به سبب‌های تکنیکی ربط دادن که گفتند به زودی تلاش میکنند علاقه را برقرار کنند و ما امیدواریم که شما بینندگان عزیز و مهاجرانی که تاکنون نمیتوانید با پیوندانتان با تاجیکستان تماس بگیرید دیگر باره میتوانید صدای آنها را طریق برنامه سلامی بلاین بشنوید. تشکر میکنیم که ما را تماشا میکنید و بعد از 3 ساعت دیگر من شما را در پخش مستقیم برنامه خبری منتظر میشوم.